کارل ساگان در 9 نوامبر 1924 در بروکلین نیویورک به دنیا آمد. او از همان کودکی به نجوم علاقه زیاد داشت و بعدها به یکی از چهره‌های علمی تبدیل شد. ساگان با مهارت فوق‌العاده‌اش در ساده‌سازی علوم مفاهیم کیهانی را برای میلیون‌ها نفر قابل فهم کرد. مستند معروف کیهان به روایت او نجوم و علوم فضایی علاقه‌مند کرد. کارل ساگان با کتاب‌ها و نظریات مختلفش مفهوم زندگی فرازمینی و پیوند انسان‌ها رو با کیهان گسترش داد. کارل ساگان جمله معروفی داره که میگه ما از ماده‌ای ساخته شدیم که ستارگان را داشتیم. این دانشمند برجسته در 20 دسامبر 1996 در سیاتل از دنیا رفت و در قبرستان لیک ویو نیویورک به خاک سپرده شد. با این حال دانش و میراث او